جام جهانی 2006 پر ستاره ترین و خاطره انگیزترین مسی نوجوان، رونالدو که اون زمان با رونی تو منچستر تو اوجشون بودن. اون زمان هیچکی فکرشو نمی‌کرد این دوتا قرار اسطوره بشن. بکام و فیگو که تو تیم کهکشانی‌های رئال بودن، اینجا کاپیتانای تیم ملی خودشون بودن. بازیکن‌های برزیل نگاه کن، کاکا، رونالدینیو، زیدان تو فرانسه رو ببین، فقط خودش یه پا برزیلی بود. کلکل رونالدو مریخی با زیدان که جفتشون ستاره‌های اون دوران رئال بودن. ایتالیای پر افتخار گاتوزو رو ببین که تو اوجش بود. جیجی بوفون که بهترین دروازه‌بانای اون دوره بود. اسپانیای آینده‌دار با داوید ویا داشت شکل می‌گرفت. دروازه‌بانی نویر تو تیم ملی آلمان رو ببین، کاسیاس افسانه‌ای، کلوزه تو آلمان، از اون طرف فیلیپ لام تو این تیم بود. چه تیم خفنی. ژاوی تو اسپانیا. فقط لیست بازیکن‌ها رو ببین: آندره پیرلو، فرانچسکو توتی، آریان روبن، فان پرسی و در آخر تو یه بازی سوپر دراماتیک ایتالیا قهرمان شد. شما هم قبول دارید که این جام جهانی بهترین و پرستاره ترین بود؟ تو کامنت اسم بازیکن مورد علاقت رو بنویس. لایک و فالو یادت نره. دمت گرم. این ویدیو رو واسه دوستات بفرست که کلی خاطره براشون زنده بشه.